یک اندیشه خامه در سر تاجیک مسلمانان است که گویا اگر حج برود همه گناه‌های کرده‌اش یا بخار میشده است. دیگر بی گناه. این دروغ است. در یگام نکته قرآن در 114 سوره قرآن این چیزی ذکر نشده است. طلبکوف به من بگو اگر این رو از قرآن ثابت کنم ایمان آورده مسلمان میشوی؟ عبدالقادر طلبکوف کی از تحقیر و توهین به مقدسات مسلمانان دست میکشی؟ دروغ شمردن اعتقادات مسلمانان که از قرآن و سنت ثابت است مگر این تحقیر و توهین نیست؟ این سخنان شما مگر برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی نیست که طبق قانون باید به جوابگری کشیده شود؟ اندیشه خام در سر تو و امثال تو بر این دین ستیزانی بیخیرت دور میزند که حقیقت چیزی را ندانسته به آن دشمن شده اید. حج یکی از رکنهای پنجگانه اسلام و بزرگترین عبادتی است که کفاره تمام گناهان می شود، یعنی انسان از گناه پاک می شود. قرآن و سنت گواه آن است. این برای شما بر این دین ستیزان دروغ نیست، یک به یک همه اش را اثبات می کنین. خوب گوش اندازید. حج کفاره گناهان می شود. گناهان صغیره و کبیره فرقی ندارد، اما همان گناهانی کفاره می شوند که به حقوق الله تعلق داشته باشند، نه حقوق بندگان. آن گناهانی که به حقوق انسانها تعلق داشته باشند، مثلا مال کسی را به ناحق خورده باشد از راه دزدی یا زورآوری و غیره، در این صورت تا حق را به صاحبش باز نگرداند بخشوده نمی شود. در این صورت حج کردن کفاره گناه حق تلفی نمی شود. اما کاملا دروغ شمردن این که حج کردن کفاره گناهان نمی شود و در هیچ جای قرآن نآمده است، این دروغ محض و از انصاف بیرون است. حج کردن حتی کفاره گناه حق تلفی هم می شود بعد از آنی که حق را به صاحبش بازگرداند. طلبکوف به من بگو اگر این را از قرآن ثابت کنم ایمان آورده مسلمان می شوی؟ ببین خداوند در آیت 114 سوره هود می فرماید این الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین، یعنی بیگمان نیکی ها بدی ها را از بین می برد. این پند است برای پند گیرندگان، یعنی نیکی ها و کارهای ثوابی که انسان انجام می دهد کفاره گناهانش می شود. خداوند می فرماید که این برای پند گیرندگان پند است، اما برای شما بر این دین ستیزان کمخیرت پند و اندرز نیست، بلکه در گمراهی خود معتبر شدن است. به شک حج کردن بزرگترین حسنه، یعنی بزرگترین کاری ثوابی است که طبق این آیت کفاره گناهان می شود. در این باره آیات و احادیث بیشماری وارد شده است، اما همین یک آیت برای عاقلان کفایه است.